دوستان عزیز سلام. امروز تو این جلسه قرار اصول و مبانی طراحی و گرافیک رو برای شما یه سریش رو شرح بدم. مواردی که خیلی مهم هستن اونا رو قرار بگم. اگه در مورد این موضوع بخوام مفصل صحبت کنم خودشون چندین کتاب هستن، اما یه سری اصول هستن که واقعا خیلی خیلی مهمن. یعنی اگر اینا رو شما رعایت نکنین، هر چقدرم کار شیک و جذاب ارائه بدین، ولی کارتون حتما به هر حال یک نفر پیدا میشه که یه ایرادی ازش بگیره. پس این اصول رو بهش دقت بکنید. اولین اصلی که قراره با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم همترازی هست. همترازی چیه؟ در واقع همترازی خودش یکی از مهمترین اصول طراحی هست که باعث میشه یک طرح همترازی در واقع میگم ظاهری منظم داشته باشه. این همترازی میتونه تراز کردن مثلا همون تیترا، عناصر، همه چی، هر چیزی که توی طرح به کار رفته. اصل دوم تکراره، باعث گره خوردن و در واقع آمیخته شدن عناصر با همدیگه میشه. اصل تکرار در واقع یه نوع یک نواختی هستش که مخاطب با اولین نگاه به طرح که اون طرحی که همیشه اون تکرار رو رعایت کرده در واقع میفهمه که این طرح مال کیه. مثالی که بخوام بزنیم خیلی راحته، مثلا برندهایی که رنگ خاصی دارن مثل ایرانسل، خب توی همه طراحیاشون این عنصر رنگ زرد رو رعایت میکنن. یعنی بلافاصله هر وقت اینجور طرحهایی که دیده میشه، الان مثلا اگه بیاد یه طرحی بزنه با یه رنگ مثلا دیگه مثل بنفش، خیلی نامناسب اصلا کلا برای برندشون. به خاطر همین اکثرا برندها همشون یه عنصری که در واقع مال خودش هست رو همیشه سعی میکنن توی طراحیاش رعایت بکنید. شما هم حتما توی کار گرافیکیتون، البته کاری که برای خودتون هستا، برای مشتری که نمیخوایم ما به همه کارهای تکراری ارائه بدید، برای کار خودتون، دیزاین خودتون، حتما یک عنصری رو داشته باشین که همیشه اون رو توی همه کارها انجام بدین. اصل بعدی خیلی خیلی اصلا دیگه بی نهایت مهمه. اینو بگم کنتراست هست. کنتراست در واقع پرکاربردترین اصل هم هستش. به معنی تضاد هست. بعضیا میگن اصل تضاد، بعضیا میگن اصل کنتراست. خب در واقع یه جورایی مثلا دو تا چیز مخالف کنار همه، مثل فونت بزرگ در مقابل فونت کوچیک. البته باید بدونیم فونت بزرگ کجا بیاد، فونت کوچیک کجا بیاد. فونت کلاسیک در مقابل فونت مدرن، خطوط نازک در مقابل خطوط ضخیم، رنگ سرد در مقابل رنگ گرم، رنگ تیره در مقابل رنگ روشن. به این میگیم کنتراست که خیلی خیلی توی جذابیت کار تاثیر داره که حتما باید رعایت بشه. البته باید بدونین که چه چیزایی با هم دیگه در کنار هم حتما از کنتراست عالی برخوردار هستن. اصل بعدی سلسله مراتبه که در واقع یکی دیگه هم از همین اصلای مهمه، مثل رتبه بندی و چیدمان درست عناصر هست. بر اساس چی؟ بر اساس اهمیت. خب مثلا وقتی شما یه طرحی رو به کار میبرین، چه چیزی توی طرح شما اهمیت بیشتری داره؟ میخواین اول از هر چیزی که به طرح نگاه میکنیم محصول به چشم بخوره یا تیتر به چشم بخوره؟ اینا همه مهمه. اگر تیتر خیلی مهمه، بعد تیترمون بزرگ و در جای اصلی قرار بگیره. اگر محصول مهمه، باید محصول بزرگ و در جای اصلی قرار بگیره. برای رعایت اصل سلسله مراتب باید گفتم اولویت و اهمیت عناصر رو مشخص بکنید. بعد در مورد فاکتورهایی مثل جایگاه، رنگ، اندازه، کنتراست و غیره طوری تصمیم بگیرین که این سلسله مراتب رعایت بشه. اصل بعدی تعادل یا بالانسه. خب که واقعا میتونیم بگیم میتونه با روش‌های مختلفی مثل تقارن کردن در یک عصر گرافیکی ایجاد بشه. در واقع تعادل به معنی تقسیم و توزیع درست عناصر در یک طراحیه. ببینید شما وقتی که داریم مثلا یک کاور یا یک استوری طراحی میکنید،
باید اجزایی که میخوایم به کار بگیرین، عناصری که میخوایم بگیرین توی این طراحی تعادل رو اینجوری رعایت کرده باشین که مثلا بالای طرحو کلا میایش همه چی اون بالا میزنین، پایین خیلی فضای خالی دارین، یا برعکس پایین میزنین و بالا خیلی فضای خالی دارین. باید کل فضا رو تعادل رو جوری رعایت بکنین که نه خیلی شلوغ و درهم و بی‌نظم باشه، نه خیلی هم خلوت و بیروح باشه. خب بچه‌ها ببینین الان میخوام چند تا نمونه بهتون نشون بدم، کاملا مشخص میشه، الان خودتون دیگه میفهمین. مثلا این پیج رو ببینین، خب خودتون کلا دارین میبینین دیگه. به نظر من اصلا هیچ کدوم از اصلا رو رعایت نکرده. خب یکی از اصلا که بود همون اول بهتون گفتیم، اصل توازن بود، تکرار بود. خب ببینین الان تیتراشون رو نگاه کنین، یه بار اومده اینجا از سمت راست تیترا رو چیده، یه بار اومده اینجا سمت چپ زده، یه بار اومده وسط زده، یه بار اومده بالا زده. یعنی اصلا کلا این اصل تکرار رو که میگفتیم رعایت نکرده. یه بار اینجا اومده پشتش تیتر زده. اصلا کلا سلسله مراتب، نظم، هیچ کدوم از اینا رعایت نشده و یک در واقع میتونیم بگیم دیزاین که چیه، اصلا کلا یه پیج کلا شلخته به حساب میاد و اصلا خوب نیستش. پیج بعدی رو ببینین، ببینین چقدر قشنگ، شیک، تمیز، خوب کاور زده، همه چی خوبه. ولی یک اصل خیلی خیلی مهم، بارها تاکید کردم خیلی مهمه، اینجا رعایت نشده. مطمئنم که خودتون ببینین متوجه میشین توی باکساش و تیترش اصل کنتراست رو رعایت نکرده. وقتی که باکسی که رنگش زرده، تیتری ما الان از نزدیک ببینیم تیترش رو هم رنگ روشن زده و کلا وقتی بهش چشم نگاه میکنه چشمو اذیت میکنه، نمیتونه زیاد این رو نگاه بکنه. حالا این از نزدیک است، وقتی که کل پیج رو در نظر میگیریم اصلا خانایی خوبی نداره. حتی سایه‌ای که انتخاب کرده برای تیترش باز سایه کنتراست نداره. پس حتما با دیدن نمونه ها توی اینستا توی پیجا بگردید، خودتون متوجه این اصلا میشین که چقدر اهمیت دارن تو طراحی. امیدوارم که این موارد رو رعایت بکنید تا به زودی زود یک گرافیست حرفه‌ای بشید.